خوشنودی آقا نام زمان و برای موفقیت همکارانمون در دبستان سلمان فارسی، برای که قدر معلمتون ببینم تا چه اندازه میدونید، یه صلواتی براش بفرستید که متوجه بشن که چقدر دوستشو دارید. خب عرض سلام داریم خدمت همه عزیزان، مدعوین محترم، اعضا محترم انجمن اولیاء المربیان، همکاران پرتلاش و خوبمون در دبستان سلمان فارسی و شما عزیزان. خیر مقدم میگیم انشالله که این روز بهتون خوش گذشته باشه. به مبارک فجر گرامی می‌داریم، تبریک میگیم و ولادت با سعادت حضرت ختمی مرتبت صلوات الله و امام جعفر صادق رو تبریک میگیم و گرامی می‌داریم هفته وحدت. خب اگر این کوچولوها ساکت باشن ما به زبان کودکی میخوایم یه چند تا جمله خدمت رو هستیم. انسان تو زندگی شخصی و اجتماعی خودش خانه‌خواه یه سری مشکلات داره و به یه سری مشکلات برمیخوره. مشکل داشتن عیب نیست، مشکل دار موندن عیبه. همینطور که انسان داره زندگی میکنه تو زندگی فرازنشیب هست. یه موقع زندگی رو رواله، شادی هست، خوشحالی هست، نعمت فراوون هست. یه موقع هم زندگی ممکنه بر ما سخت بگیره.